سرکان، این وقت شب کجا میری؟ میخوام برم یه هوایی بخورم. بشین سر جات، منو عصبانی نکن. این موقع شب چه وقت هواخوریه؟ مامان میشه تو کار من دخالت نکنی؟ کار دارم. چه کاری این وقت شب؟ سرکان، شما چی کار میکنی؟ گفتم چی کار دارین میکنی؟ ساکت باشین ببینم، ساکت باشین. برین تو اتاقتون، برین ببینم بی تربیت ها. چرا؟ غذای خوب حق ماست، غذای خوب حق ماست. گفتم ساکت باشین، شورش بپا نکنین، کاری نکنین که پلیس خبر کنم. هدیه یک کاری بکن. چی کار کنم آخه نریمان خانم؟ نریمان خانم تو غذاخوری شورش کردم. الله اکبر، استغفرالله. درو باز کنین ببینم. گفتم درو باز کنین. هدیه. هدیه خانم، تو الان گروگان مایی. تا وقتی که اونا خواسته ما رو برآورده کنن تو باید جای ما حرف بزنی. نریمان خانم تو رو خدا نجاتم بدین، منو گروگان گرفتن. دخترها یه سری درخواست از شما دارن، میگن اگه خواسته هاشونو برآورده نکنی به شورش ادامه میدن. خواسته هاشون چیه؟ دستشویی رو تعمیر کنن. آفرین. میگن دستشویی رو تعمیر کنین، بوی گند میدن. میگن کم مونده خودمونو کثیف کنیم از بی توالت. آفرین. آشپزم بگو. میگن آشپزم باید عوض کنین، غذاها قابل خوردن نیست. کسی هم حق نداره ما رو بزنه. میگن از این به بعد کسی حق نداره ما رو بزنه. بگو برامون لوازم آرایش هم بخره. لوازم آخه دختر لوازم آرایش چیه با این سن و سال آخه؟ بیایید بگیم غذای خوب حق ماست، 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 غذای خوب حق. الو فریده، کجایی؟ زود بیای اینجا وگرنه من اینا رو میکشم. شورش به پا کردن. اذیتت که نکرد؟ داشت اذیتم میکرد. سوگلینا اومدن اونارم کتک زد. منم خیلی خوب فهمیدم. ناراحت نباش ایلول، تو از خودت دفاع کردی. کثافت اشغال، تو مقصر نیستی. کمکمون میکنی؟ اگرم نخوای درکت میکنم. البته که کمک میکنم. غذای خوب حق ماست، غذای خوب حق ماست، غذای خوب حق ماست، غذای خوب حق ماست. سویچش کجاست؟ حتما تو جیبشه، یه نگاه بنداز. جمره
ساکت. بیا از همین الان لو رفتیم، باید اینم بکشیم. عقب مونده مگه ما قاتلای زنجیره ایم؟ جمره بعضی وقتا مسائل اونجور که به نظر میاد نیستن. مثلا داستان تو نمیدونستی بابا تو چه شرایطیه مگه نه؟ اگه میدونستی حتما نمیذاشتی همچین بلایی سرش بیاد. اینم مثل همونه، اینم داستان ایلوله. ببین اون یارو که دیدیش ایلولو از بچگی اذیت میکرده جمره. الانم اومده بود اینجا میخواست به دختر تجاوز کنه، با چشای خودم دیدم. ساغرم دید. ایلولم برای دفاع از خودش این کارو کرده، عمدی نبود. به خاطر اینکه ایلول نیفته زندان میخوایم جسدو. جسد چیه؟ میخوایم جنازه‌شو ببریم یه جای گم و گور کنیم. تو رو خدا به کسی نگو جمره باشه. ایلول اینا واقعیت داره؟ نگران نباش، من به کسی چیزی نمیگم. ممنون جمره. تو هم دیگه قاطی این ماجرا شدی، باید با همون بیای. زود باش، بیا سر کن. بریم. بودو این دخترها دیگه بریم بخوابین. خاله هدیه گروگانم که شدی، ولی دخترها با هم خیلی خوب رفتار کردن، اذیتم نکردن. همیشه طرف بچه هایی. نریمان خانم خواسته های بچه ها رو برآورده میکنه دیگه. آره قبول کرد، چاره ای هم نداره. اگه به گوش مقامات بالا برسه اونو مقصر میدونن. تو پرونده یه بچه ها که چیزی نمی نویسن، پلیس و اینا در کار نیست. نگران نباش، ولی خب حتما جریمه میشن. دیگه کاری برای این نتونستم بکنم. خوبه، اب نداره، خدا رو شکر. اینجوری نگهش دار، من با این ببندمش باشه. بلندش کنی. من بیشتر از این دخالت نمی کنم. شما هر کار میخواین بکنیم. زود باش. خیلی خوب، من میندازمش.